دوستان امروز چیزی که تو این بازار دیدم واقعا باور نکردنی بود. حتما تا آخر ویدیو ببینید. جنساشون چیه؟ الان ما داریم میریم سمت اسکله بندر ترکمن. اینم داخل ماشین. بچه کجا داریم میریم؟ بندر ترکمن. هنی خوشحالی داریم میریم. من نمیبینم. امروز داریم میریم سمت اسکله و بندر ترکمن. هم بازارش خوبه هم دریاش. بندر ترکمن جاذبه‌های توریستی خودشو داره. وارد شهر بندر ترکمن شدیم. اینجا یه شهری که مردمشون یه آداب و رسوم خاص خودشونو دارن، فرهنگ خاص خودشونو دارن. اینجا میدون شهر بندر ترکمنه. این یکی از بازارچه‌های اسکله است. امروز شنبه اول هفته است. یه سری مغازه‌ها تعطیلن و به خاطر اینکه بتونم بهتر فیلم بگیرم امروز رو انتخاب کردم. امروز اومدیم اسکله بندر ترکمن ببینیم چی داره. نقشه خیلی قشنگی داره. قیمتش چنده؟ قیمت دامنه چنده؟ خانمان چنده؟ بندر ترکمن رو همه به دریا میشناسن، اما وقتی وارد بازار شدم دیدم دنیایی از وسیله‌های رنگ و رنگ و چیزهای مختلف، لباسایی که نقش‌های خیلی قشنگی داره. بریم ببینیم. قیمت لباسا واقعا عالیه. جنساشون چیه؟ پارچه‌اش مال اینجایه. این پارچه‌اش مال خود مایه. شطرنج رو که روش میخوره خیلی مهمه. آره. بعضی رنگ میده، بعضی رنگ ثابته. هرچی سلیقه‌ایه. اینا رو فرشیه. زیر سفره. هر جای میتونی استفاده بکنی. شال مبله چنده؟
چنده؟ ببخشید جنسی تصویه؟ نمی‌چسبه اینا؟ هرچی غذا داشت درست کنید نمی‌چسبه. اینجا دیگه هرچی بخوای داره، همه چی داره. هرنیه رو پیدا کردم. لوازم ها رو. شیرینی بشمه سنتی چنده؟ چنده؟ 100 خوشمزه است فرنیا. یه دونم به من بده. درست کردنش مثل حالا خوشم زهرا دانه زنی آموزش خورد حواسه سوزن روزی شده، واقعا عالیه. هر چیزی که بخوای اینجا هست. اینا هم کلاهای ترکمنیه، مخصوص ترکمن هست. پوست روبا درست شده، کلاه ترکمنی. همه دست فرشای دستبافت ترکمن هست. ولی اینا نقشش چیه؟ نقش داغدان داغدان. نقش داغدان. برای خونهایی که خونه سبز داره رنگ قشنگیه. واقعا نقشش خوشگله، رنگ تند زرشکیه. قیمتشو همه یکیه؟ همه یه قیمتیه، فرق میکنه، هر کدوم یه قیمتی داره. حالا چند در چنده این این؟ 1 در 1.5 19 میلیون. بافتش با اون فرق میکنه این ریز درسته؟ بافتره. قفسه گل. قفسه گل. محلی ها میخرن یا مسافرها میخرن؟ مسافر میخرن. بعد همین خانمای ترکمنی اینا رو میبافن. همه خانم ترکمن. بعد منطقه اطراف نقششون فرق میکنه یا همین نقش رو میبافن؟ دیگه شهرهای اطراف که هستن که ترکمن نیستن. ترکمن نیستن. آره. فقط ترکمن ها میبافن. فقط مخصوص ترکمن ها این نقش. اینا کلاهی که کنم آقایون ترکمنی میزنن درسته؟ خامه دوزی شده است بارجاش؟ چه جنسی اینا؟ چاپ چیز ماشین دوخته. دوخت ماشین. دست دوزم داره، اونا گیرونه. اینم از بازار بندر ترکمن. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.
دریا خیلی عقب نشینی کرده. تقریبا چند سال پیش کلا دریا تا اون محدوده آب بوده، یعنی این قسمت که راحت میتونستن قایق بره و بیاد. اون قسمت هم آشراته است. جزیره خیلی کوچیکیه. در اون سمت شده جنگل. پایان قسمت اول سفر به بندر ترکمن. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.